چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. من امروز براتون یک لیست ستایی از بازی های قدیمی آماده کردم. امیدوارم که خوشتون بیاد. لایک و کامنت و دنبال کردنم یادتون نره و بریم سراغ ستا بازی. شماره 1 پکمن، سال ساخت 1980. شما در این بازی باید از بین مارپیچ ها عبور کنید و باید حواستون باشه که به روح و جن ها برخورد نکنید و نبازید. شماره 2 اسنایپر الیت 1، سال ساخت 2005. شما در این بازی نقش یک تک تیرانداز نخبه رو دارید که باید دشمن رو شکست بدید و منطقه های دشمن رو به تصرف خودتون در بیارید. شماره 3 مین روب. شما در این بازی یک جدول دارید که با انتخاب گزینه‌هایی میفهمید که مین کجا پنهان شده. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.